سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به اولین پارت از بازی موس پی آی 4 هایر. بچه‌ها این بازی خیلی سبک و سیاق خاصی داره، یه جورایی کلاسیک توریه. ما نقشه کاراگاهی هستیم. توضیحات بیشتری در مورد بازی نمیدونم، فقط تا همینجا. و اینکه یه جورایی سبک بازی کاپت هست، انیمیشناش و خیلی خفنه، خیلی فایت سریع و کلا خیلی با اف پی اس بالایی هست. این بازی واقعا لذت بخش بازی کردن، همین چیز روون لذت بخش. و دیگه اینم فارسی سازی که واسهتون روش انداختم و دیگه راحت داستان بازی میتونیم متوجه بشیم جلوتر که بریم. اگه از سری ویدیوهای ما دوست داشتی حتما حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و اینکه ببینیم این بازی هم ارزش بازی کردن داره که ما بقیه گیم پلیاشو بذاریم یا خیر. پس بریم سراغ بازی. خب ما نقش تازه کار رو برداشتیم، یعنی یه جوری رو ایزی می‌خوایم پلی بدیم، چون همونجوری که شنیدم بازی خورده سخته. خب ببینیم بازی چی داره واسمون. خب اینم توضیحاتی که اینجا نوشته و با لفت شیفت میتونیم سری بریم. اینجا ام که بزنیم مثلا اون باز میشه. خب اینم اصلش بچه ها، اینم امو و اینم واسه هلتشه. خب چی داریم؟ خب اینجا تو بخش تب میتونیم اسلحه‌مون رو چک کنیم. فعلا پیستول داریم. واقعا سطحش واقعا عالیه. سبک مبارزه خیلی خاص دارم، کم جلوتر هم بریم مسلماً خیلی بهتر میشه. موزیک خیلی جذابی هم داره. البته من که صداش آوردم پایین چون خیلی بالا بود، بیش از حد بالا بود. خب اینجا چی داریم؟ این گاف صندوقه. چیکار باید بکنیم؟ ها چه باحال. بذار یه بار دیگه از اول. چه باحاله، چقدر قشنگ میشه اینا رو آنلاک کنیم. ایوه ایزی تموم شد. چقدر بهمون پول داد؟ البته نه چقدر نبود، فقط 30 تا بیشتر نه. اونجا داشت آموزش میداد که دیگه ما خودمون جلوتر یادش گرفتیم. ذخیره کردن موقع کارت جلو میندازه، از ماشین ترس خود حتما. خب یه ذخیره جدید بزنیم. خب سیف شد. چک پوینت هرچی از این سیو انجام بدیم بهتری و جلوتر به مشکل نخوریم. او مای گاد اینجا ایبا. خب ایم هم نداره بچه، یعنی نمیتونیم ایم بگیریم با کلیک راست، باید صرفا همینه. خب مسیرمون اینجاست. در رو یه جوری باز کنیم. خب من اینها رو بگیرم، اینجا رو هرچی هست لوت کنیم. اینجا فکر نکنم چیزی باشه. نمیدونم اینا رو باید چی کندم، پس صرفا گفتم بشکنم شاید خوب باشه. او مای گاد ای وای برو کنار. خب اینم از این. خب دوباره از این قفلا. اینم از این. تمام ایزی. خب اینم که همون چیزه. دره فکر کنم الان باز کردیم. بزنیم اینجا چیز دیگه نیست. خشاب بود. ریلود کنیم و اینجا چیز دیگه نبود. نه. فکر کنم این باز فایتش باید باشه. خب فایت اصلی شروع شد.
چقدر اینگیری سخته توی ای لعنت بشه. کمی نشونه گیری توی این سخته. ای وای او مای گاد. ولی واقعا مبارزه حال میده توش، واقعا جذابه. من که دارم ای وای لعنتی. بخوریم یکم فکر کنم این طرف بود کجا رفت. شت نارم برداریم. این چی؟ از این چیزای چانسی است. فکر کنم به اون سکه بده اگه شانسمون خوب باشه. او آخ البته نمیدونم تو چقدر اینا رو بزنیم به اون شانس نده، ولی خب وقتشو نداره. البته نیاز نداشتیم به هلت. سکه چرا؟ اون چیزی از قلم ننداختیم چرا؟ تیر پول و اینم سکه. خب بریم همینو بریم مستقیم. چرا قوه؟ او مای گاد اینجا چیه؟ او مای گاد در این باز نمیشه بکنم. چیه؟ حس خیلی جالبی داره اینجاش. چرا قوه؟ یاد گیمای ترسناک میفته آدم. خب یه سیو بزنیم. بچه کلا درایی هم که این رنگی هست باز نمیشه. اینه که تقریبا این شکل شمایلی دارن هم باز میشن. هم دیگه حواستون باشه. واقعا من که دارم لذت میبرم از این بازی. مثل که ظاهرا دنبال باس فایت این بازی این بخش مرحله اولش. خب به راحتی از جلوش رو خالی دادیم. خب یه دونه گاف صندوق. بریم سراغ آخ دومچین داره. اینا چی بود؟ باید حواسمون باشه خیلی اکت روش پیاده نکنیم. ولی هرچند باشه واسه ما همیشه ساده است. تا اینجا بازی خوب پول جمع کردیم. چه هدشات تمیزی شد. من احتیاجی نبود بخوردیم. خب ای وایس دمیج نمیخوره اینجوری. اینجا چی داریم؟ خب یه دونه قفل دیگه هم هست. آخ اونم موند. حواسم اون نشد. یه بار دیگه اینو بزنیم. بعد بیایم سراغ این. اینم از این. اینم از این. و تمام. ذخیره. Stop right there. The hell. He's way too far. آماده باشیم که بریم بزنیم. Just fine, you meddling Really? With the engines and the wind? Don't
can. Fair enough. I'll be همین there که in a توی این blink, all فضای right? سینمایی اومدن انیمیشن به کار بردن واقعا یه سبک خیلی خاصه. We'll see about that. آخ اومدم همون حمله کردم. واو هدشات. ای وای یکم به سبک وارزون بزنیمشون. سبک و سیاق فایت های وارزونی. ای وای بول شکست. This, where you fall down. What a crappy. هولی شت افتادیم. اوه قشنگ فیلم کلاسیک داره واسه همون میذاره. بکنم بازی تازه شروع شد بعد از این هم که اومدیم. زیباه میتونیم هم ردش کنیم. نکنم چیز خاصی باشه. صرفا یه شروع شدن ساده ایه ولی خب جذابه. موزیک زیبای جاز. Some falls don't begin in the sky. They begin in quiet rooms with friendly voices and fondue bottles. Mine started a few weeks back. The sky was just the exit wound. It began with a call. Routine. Familiar. Wanda from the Mouseburg Herald. Usually she swings by the office with a lead. If it pans out, she hears it first. Simple, really. She gets her story, I get a few bucks to stockpile cheese, and for a moment, Mouseburg gets to breathe easy. But that day was different. She was tight-lipped. Meat on sight, details later. Had to be someone big. Recognizable. The kind that only says, oops, when they remember they're mortal too. Something within me. Old instinct, maybe. Said, turn back. Let this one go. That this case was more trouble than it was worth. But, well, trouble is what I do. ظاهرا یه پروژه یه پرونده سنگینی داریم طی می‌کنیم که لودینگ رو نگاه. ایوه یکم حال هوای میکی موز هم داره. حالا جو که بهش دقت میکنم ولی خیلی باحال. Jack, over here. What's this about, Wanda? Care to toss me a cheese crumb? Or are we doing I can give you more than a crumb, Jack. I can give you a magician? What, like some wacko waving a stale mozzarella stick in front of a bunch of boys? something like that. But this one disappeared mid-show, right in front of a handful of surprised mice. I figured it might interest you. Goes by the name Bandle. As in one and the same. You could say that. All right, I'm going in. Hold your whiskers, Jack. You're not going to get past the yellow tape without cred. Or a pass. Here. But it's you in the picture. Let's just say the officer guarding the backstage is, intellectually innocent. I'll give it a shot. خب ظاهرا باید وارد یه جایی بشیم که کارت خبرنگاری احتیاج داریم. بذار ببینم اینجاست. این که کاملا بسته نوشته. A lot of heat for one crime scene. برای صحنه جرم خیلی شلوغ قلوغه. میگه دی به هر حال خبرست دیگه، تجربه چند ساله داره، حتما میدونه چجوری. خب بذار بریم ورود کنیم. No entry without an ID. Oh, here you go, officer. Oh, looking great today, Miss Fuller. Oh, you. میس فیلر؟ آخه مگه ما زنی؟ یه سیبیلاشو زد سریع فهمیدم که زنه. جلال خواهد چی اینجا؟ چیزی خاصی نیست. یه روزنامه ساده بود.
What you gonna open this with, rookie? Your tail? Tell LT I'm wrapping things up now. خب اینجا چی خبره؟ باید بریم داخل این. کلید اتاق تو این چی کار میکنه آخه؟ خب All right, let's get this over with. خب یک پوستر برزرگان افتخار جادوگر نشان داره که تمام Life's treated you pretty good, Steve? چیز خاصی نه. برداشتن سرنخ. An address book. Huh. Steve. All right. The coast is as clear as it's gonna get. خب مثل که اوضاع قراره اینجا سکه بود پول بود من نیدم. مثل که اوضاع قراره به هم ریخته شه. یه سیف کنیم و ببینم چه خبره. شت بگوی ریلود کن. Of course. Flies always swarm rotten cheese. مسیرمون که همینه. کارت بیسبال. در لحظه چک پوینت میده خیلی خوبه. آپارتمان دستیار کجاست؟ That was a speeding ticket for sure. ایوا این شیلدمونه که با جون مانایس با این پر میشه. خب اینجا هم که هیچی بریم این سمت چیزی نبود. اینجا هم به گاب صندوق. خب اینم اینجوری اینم این اون سخت شد. یه بار دیگه بریم بکن. اول اینو باید بزنیم بعدش این بعد اینجا. اگه از پایین بریم نمیشه، از بالا هم بیایم بازم نمیشه. نه چرا بکنم از بالا بشه. سخت میشه که بذار یه چک کنم. بذار یه راه دیگه هست تست کنیم. بیا اینجا این طرف. نه بازم نشد. بذار ببینم چه جوریه. حالا شد. خب اینم که چی؟ نم از اینو دامه مسیر این طرف. چک پوینت. اینم از این طرف نوشته باز میشه.
کلید اتاق زیر شیروان. Them shinglers and their explosive barrels. خب اینه یه جوری باید آها این دره گیر بود. ای با نزدیکش نبام شد. فکر نمی‌کردم به تک حواسم. خب اوکی یه چیزی نیست. حتی با اونم میزدم اما میافتاد و حواسم به اون نبود. بیایم پایین. جزباله شده. خب No other way around. این چی بیه؟ با تیر نداریم چی؟ نیازمند تیر. امیدوارم اینجا تیر گیرم بیاد. ببینم اینجا هم چیزی نیست. بریم تو مترو. Watch it. Excuse me. کجا باید بریم به این سمت. Coming through. Hey, never heard of patience? Ever heard of move? Yeah, welcome to public transit, bub. خب اینم حواسمون باشه. میسوزونه. من که هیچ نمیشه. بله چک پوینت. محبوب همیشگی چک پوینت. خب فقط من منتظرم یه سلاح خوب گیرم بیاد. نه اینکه بد باشه پیستول، خب دیگه به هر حال سلاح دیگه هم باشه لذت ببریم. چه خبره؟ ای وای خب نه از این چی داریم اینجا؟ شدنم سده. خب چکار کنم دمیج نکنم از اینو. اصلا میخورده ضعیف هست البته.
یه چک پوینت هم بدیم و تیرمون پره. ای بابا یکی کم سگ جون بود. خب نمازیم اینجا چیزی نبود که برداریم فهم. اینجا هم مقدار سکه ما هم Don't shoot me, son. Okay. Mike Maple is the name. Yeah, smells like the devil's bunghole. But at least it's equally warm here. Now, listen, I ain't got that much time to talk, and you got a job to do, so you better hurry. I heard some That's too bad. They should definitely go down. قطعا باید نابود بشه حتما. خب بریم سراغ ادامه بازی. دره رو اون دسته شد دیگه حواس هم نشد. واقعا بچه بازی خیلی لذت بخشی، خیلی واقعا تا اینجا که لذت بردم. شما رو نمیدونم ولی خیلی باحاله. خب چیزی نبود این بالا. Jeez Louise, lady. You're in pieces. Yes. Oh, Steve was so good to me. And now, without him... Well, I mean, never mind. دوباره ناپدید شدن بانده چه اتفاق براش افتاده؟ What happened to you? What you mean, what happened? Well, not to double down on the joke, but you look Yes? a little broken up. I sure am. And I still... This is going nowhere. I'm looking for Steve. Well, who isn't? He went puff. And now some mobsters or other are trying to get the money. Hey. No one's gonna... Any clue who'd want Steve? Who wouldn't? But apart from the small gangs and the mobsters and the... Okay. Let me just stop you now. Give me the first thing that comes to mind. Ooh, Not really the best time to celebrate. He did like them haughty perfume girls and boys, but he likes the politics more. Which stage design? The stage designer. Oh. You could have stopped. The case stank of crime. Oh, jeez. I had to go back to the office and figure out which. خب نمیدونم فقط این داستان مأموریت فرعی بود یا نه. فعلا که مأموریت فرعی ظاهرا نداریم. مأموریتمون فعلا اصلیه. بریم پایین همچنان. اینا کیم دیگه؟ مزاحم بودن. When it comes to big shots and celebrities, Wanda might have some pointers. I
know a thing or two about loose screws, but you're a whole damn junk drawer. خب اینا شخص خاصی نیستن که باشون حرف بزنی. بچه یه چیز میخواستم کشف کنم و اینا به صورت تکبودی دارن و کنارشون که برید تصویرشون عوض میشه. کلن چیز کاغذی هستن، یه بعد بیشتر ندارن. خیلی خوب، این جالب بود. مثلا اینا اگه توجه کنید می‌بینید اگه بچرخید باهاتون میچرخه و کلا تک بعدی هم. این هم همینطور. اصلا چیز خاصی نیست. اون صورت. So, what's up, John? Oh, you know, same old. Plenty folks drinking. You wanna bind or something? Oh, gods, no. And I ain't looking for no handout, neither. They ain't crooks, Jack. Then why keep serving them cheese? You know they'll just slap it on the tab and you will be waiting forever for... They're my folks, mostly. Shrews, you know? And when you're lucky enough to open a bar... Yeah, sure, but the little guy has to... Somebody's paying. ما در اصل ببینیم با یه شخص صحبت کنیم. So, Jack, did you pick up anything useful on your VIP trip to the vaudeville? Roland? Roland who? Roland, the stage designer. Nobody ever remembers his name, so they just call him the stage designer. Quite the specialist. He can make anything, from tiny shrew-sized dioramas... Well, that's something. Shame you didn't bring him up sooner. Could have saved me some time. Jack! Hey, if I'd have known Roland was involved, I'd have told you. It's like the movie trailers. You only shout spoilers. Yeah, well, either way. Step one's charting what I've got. This mess won't organize itself. حالا میشه سرنخهای وودویل سر بزنیم که ببینم کجا میشه. مهمات میتونیم تیر بخریم، خب احتیاجی نداره. افزایش سرعت، تمرکز پرتاب، بازی دفاعی. خب اینم که چیزی نیست. Guess Tammy's little workshop makeover ain't quite finished yet. Been cooking up a little time jumpy gizmo. Helps with big leaps. I call it the Jumper Buffer 101. اینجا هم که چیزی نبود. این سمت هم که نمیره. این که ماشین خودمونه. این تابلوها که میگه من نمیدونم کجا هست، جاییه یا بکنم باید سوار ماشین بشیم بریم تست کنم. چه باحال تو مپش میتونه بچرخه. واقعا بچه این بازی 10 از 10 خیلی جذابه. دفتر کاراگاهی. خب این که هم منطقه است که اومدیم. میشه سرنخاش رو روی تابلو بزنم. به کدوم تابلو هم نمیدونم. بعد ورودی من دیدم اینجا احتیاج به یه سری چیز داره.
آها فکر کنم درست. من بازی خب احسن. Off to the opera then. خب اینجا دیگه میره سر چیز اصل. این دیگه فکر کنم فرقی باشه یا نه. بله. خب نوشته به اپرای بزرگ ماوسبرگ. فکر کنم از طریق ماشینش باید بره. بله اونجاست. Me and the Mouseburg Grand Opera. Hate at first sight. Hey, is Roland working tonight? Roland? Oh, the stage designer. Yeah, he's upstairs, chewing the fat with some extras. اینجا Say, big guy, any way to get upstairs? Oh, you want to get in? Maybe. If you're ready to cough up 30... All right, fine. Don't mind if I do. The what? کنم آها ما رو برد بالا دیگه نیازی نبود که کار خاصی انجام بدیم. با 30 تا سکه راضی شد. Why is there always locked doors and ominous moaning? چرا همچه درها قفل شده؟ طلاهای شومی داره. جالب بود. I'm pretty sure the fire department frowns on stuffing firecrackers into wooden attics. خب اینم دینامیت که البته من میگم از دینامیت استفاده نکنم، حیفه. اینو برداریم. آخه از این رد نمیشه. What? اینجا یعنی با دینامیت میره؟ داره اتفاق نیفتاد. کنم اشتباه مدیم. بکنم باید دینامیت رو به همین بزنم. بله درست. کف زمین رو نوشته منفجر. Hey! Give me a hand here, will ya? Yeah, damn. Thanks, pal. What the hell was that for? Standard procedure. Little sucker punch before questioning them. What kind of cop are you? A former one. And a curious one. Word is, you're tight with Steve Bandel. Guess I owe you that much. You didn't do this to yourself? What? Hell no. It was a damn extras. Came out of... I mean... something about preparing for... Wait. Stilton. As in Cornelius Stilton. The mayoral candidate Stilton? I don't know. You moron. There's Stilton. And there's the big gun. Judging by them bootsteps. So much for staying incognito. دارم باید از این تفنگی سر. خب بچه من
این بازی رو تا همینجا نگه میدارم. تقریبا 40 دقیقه رکورد کردیم اگه اشتباه نکنم. بله اون تا همینجا ما نگهش داریم. ان شاءالله که اگر بازی رو دوست داشتید لذت بردید پارتی بعدیش هم واسهتون توی یوتیوب میذارم. اگر خودم اوکی بود پارتی بعدیش رو حتما واسهتون آپلود کنم. مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. دوست داشتید حمایت کنید، فالو کنید و سابسکرایب. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.